الحمید. که کسی که قائل به این باشه که ابوبکر الان مرتد شده، نعوذ بالله، کسی قائل به این باشه که ابوبکر غاصب است، گناه کبیره کرده، خلافت دیگه چیزام غصب نکرده، مال نه، خلافت غصب کرده، و کسی که قائل به این باشه که دختر ابوبکر زناکار است، نعوذ بالله، و کسی قائل به این باشه که در قرآن کریم کلمه جبت که آمده ای ابوبکر است، نعوذ بالله. خیر دیگه به این طور مردم چطور تو دختر بودی؟ ها؟ این ملاها فتوا میده. خب ما پیشتر گفتیم که علما همیشه در خدمت کی قرار گرفته، حقیقت دینه واژگون میکنه، سرچپه میکنه، مردم بیچاره راه خود گم میکنه. جرم عالمی طور عادی جرم نیست. قرآن کی قدر سخت جرم برای عالم بیان میکنه، همون طور عادی نیست. یک فتوای عادی از این سبب گمراهی هزارها نفر جرم میشه، هزارها نفر. یا باید اینطور احتیاط بکنه که سخنم غلط نشوه. اگر غلط شوه باز در بدر میشم. به فتوای تو مردم چی کرده؟ حالی نه و مردم میفهمه که والا ابوبکر و عمر کیست، صحابه چی مقام داره، صحابه کدام مردم است، ما چه قسم پاس و قدرش بکنیم. عجیب است. ببینه امین معزله را در امو زمان، در زمانی که دشمن مشوره کرده پیغمبر علیه السلام در قتل میرسانه و ابوبکر رضی الله عنه مال خوده، جان خوده، همه چیز فدای کی کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. تنها اینجا نیست، در روزهایی که پیغمبر علیه السلام لط میخورد سری پیغمبر علیه السلام کی خود انداخته بود؟ ابوبکر رضی الله عنه خود انداخته بود، نه علی رضی الله عنه. علی رضی الله عنه خود پس آن بچه خورد بود، تکالیف و مشقت و مصیبت‌ها را خود ابوبکر در شانه گرفته بود، برده بود. علی رضی الله عنه در وقت تحریب بله در جنگا شرکت کرده، لیکن یکی اول مرحله دعوت است. یکی بگوی وقتی که آدم نیرو داشته باشه، یکی اول در کابل، یکی اول دعوت عقیده توحید است، یکی عالی. اینقدر ما سلفی ها پیدا میشه، من سلفیستم کلگیب میگه سلفیستم، عالی میگه سلفیستم. طوری پیدا روزی که هیچ کس تو را تاول نگیره، کس برات مانده نباشیم نکنه، به خاطری که میگه من قطع ازی، حالی مردم مرا نبینه امروز ازی. به هزارها نفر خودش قصه میکنه که مرا میگه که موریسی متوکل میشناسی؟ نه والا نمیشناسم، نه والا قسمم قطعش میخوره که نمیشناسم. چرا؟ به خاطری که دو ردیف من شمار نشم. چرا میترسی؟ حالی شناخت سببی چیست؟ لااقل دفاع از خود بکن. ابوبکر رضی الله عنه او شخصیتی است که در اول مرحله که اسلام نو ظهور میکنه، تیغ از تیغ نو ظهور میکنه که هر چیز او را پامال کرده میتونه. اینمی تیغ کی حفاظت کرده؟ بگه ابوبکر رضی الله عنه. رسول الله را ابوبکر را حفاظت کرده. حرکت کرد. پیغمبر علیه السلام میبرامد، جوانای قریش استاده است، یاسین شریف هم میخوانده از اول، در سر هر کس یک کم مشت خاکم پیغمبر علیه السلام انداخته بود و ندید. پیغمبر علیه السلام رفت در خانه ابوبکر رضی الله عنه، بعد از او حرکت کردن. کدام راهی که همیشه مردم سفر میکرد او را ترک کرد، رفتونه در غار ثور داخل شدن. حفاظت الله را بیبی کبوتر میاره در اونجا لانه میکنه، عنکبوت میاره در اون دانی غار چی میزنه؟ کفار دمو دانی غار میرسه. ابوبکر دمو پای کفار را میبینه. اب دیدی ابوبکر غم و همی ابوبکر قرآن ذکر میکنه. ابوبکر به خاطر ازی نبود که من کشته میشم، میگفت چراغ دین از بین میره، این روشنی که در داده شده یه از بین میره. اما پیغمبر علیه السلام چی برش میگه؟ لا تحزن ان الله معنا، غم نکن. همین تو روزگار کی تیر کرده؟ ابوبکر رضی الله عنه. اون واقع است. الله امون نعمت یاد میکنه. خب اگر ما بگوییم که روز تولد پیغمبر سبب نعمت بزرگ است، هیچ نیست. روز تولد پیغمبر همون شرک موجود بود، همون بت پرستی موجود بود. تو اگر جشن میگیری، خوشی را ظاهر میکنی، این روز خوشی را ظاهر کن که پیغمبر اسلام در حالت مرگ رفته بود، حالی دیگه ظاهر کن. روزی بعثت باید تو جشن بگیری که روشنی یک دم تابید، آواز توحید بلند شد. چرا او را جشن نمیگیری؟ جشنا را از روزی میلاد. چرا این کارا میکنه؟ خبردار یا نه؟ پیغمبر وقت گفته بود لتتبعن
سنن من کان قبلکم، روش های امت های سابقه را شما مکمل تابعداری میکنه. یکی از روش هایش چیسته؟ نصارا عید کی را؟ مسیح، میلاد مسیح تجلیل میکنه. این مردم چیسته؟ عید میلاد پیغمبر علیه السلام. دیگه گپاش چی نمیکنه. اما بعثت الله کی سر ما احسان میگذاره، به اعتبار چی میگذاره؟ بعثت. پیغمبری لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، لیکن این کار نمیکنه. و اذ یمکر بک الذین، در آن وقتی که سازشا میکرد در مقابل تو پیغمبر علیه السلام او کسانی که کفر کافر بودن، چی میکردن؟ لیثبتوک، که تو را قید بسازه، مثل که مشوره ابوالبختری بود. او یقتلوک، یا تو را بکشن، مثل که مشوره ابو جهل بود. او یخرجوک، یا تو را بکشن از خانه و دیار، که مشوره ابوالاسود بود. و یمکرون، یا سازشا و پلانا را طرح میکرد، نقشه ها جور میکرد برای از بین بردن تو، لیکن خبر نبودن که قوت غیبی کدام است. و یمکر الله، الله تدبیر میگرفت برای نجات تو. والله خیر الماکرین، الله بهترین تدبیر کننده است. تدبیری میکنه که همگی عاجز میشه. توسطی بگوی ضعیفترین خانه چیست؟ عنکبوت. توسطی از حفاظت میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم. کبوتر میه، مردم لشکر میرسه، میگه ای اگه داخل میشد که خانه عنکبوت کو لا اقل خراب میشد. این کبوتر است کو اینجا لا نکرده، نیست، داخل نشد. الله چشمانشان کور کرد. و اذا تتلا علیهم آیاتنا، در آن وقتی که تلاوت کرده میشه بالایشان آیاتهای ما، کسی که تقوا نداشته باشه، اثرات عدم تقوا چی است؟ اثر تقوا خی بود. پیغمبر علیه السلام تابعدار اوامر الله و نواهی الله را اجتناب میکرد، الله اینمی قسم حفاظتش کرد. کسی که تقوا نداره، و اذا تتلا علیهم آیاتنا، وقتی که تلاوت کرده میشه بالایشان آیاتهای ما، قالو میگه قد سمعنا، یقینا ما شنیدیم این طوری سخنا را، لو نشاء لقلنا، اگر ما بخوایم میره بیان میکنیم، خودی ما بیان میکنیم. مثل هذا، به مثل امی شخص. قصه های دیگر ما ذکر کرده میتونیم، یا یاد گرفته. نضر ابن حارس آدمی تجارت پیشه بود، سفرها میکرد در مختلف مملکت ها، در فارس و در روم و در اوجا میرفت. وقتی پیامبر علیه السلام بیانات میکرد، میگفتی خو قصه هاست، ما قصه های اسفندیار و رستم و ایگپارا گفته میریم. این هذا الا اساطیر الاولین، نیست این مگر این مردمای قدیم و پیشیناست، افسانه میگه، من گفته میتونیم. لیکن وقت از پیششان مطالبه میشه، حاضر نمیشه که باید بگویه. الله یاد میکنه که بیبی کسی که تقوا نداره، توحید عقیده توحید نداره، لاف میزنه، اما در میدان حاضر شده نمیتونه. چرا؟ به خاطری که نمیتونه. تعجب است وقتی الله مطالبه میکنه که شما یک آیت به مثل قرآن بسازی. چقدر آسان بود که یک آیت می آوردن، بس پیغمبر علیه السلام مغلوب میکرد، خلاص. لیکن و این امر آسان میگذاره او میره و آمادگی چی را؟ یک جنگنه به 10 جنگ میگیره، خود قتل میکنه. یک آیت آسان آوردن نمیتونه که دعوای پیغمبر علیه السلام جواب بگویه. امروز و موتور گپاس مردم ها میگه هوی مردم ها پیدا شده ای غلط میگه. وقتی که از پیش مطالبه میکنی دلیل، حالی دلیل وجود نداره، نمانه دنبال کنیشه که دلیل بده نیسته، دلیل بده نیسته. میگه اگر ما هم بخوایم اینطور دلیل میاریم که دلیل بیاری دلیل، ما به دلیل تسلیم هستیم. چرا نه؟ ما خود نمیگیم که مرغ ما یک لنگ داره، دلیل بیا به سر رو چشم میپذیریم. کتاب الله و سنت رسول الله، ما هیچگاه مخالفت نمیکنیم. در اینجا فکرتان باشه، او میگفتی داستانهای سابقه است. ببینه که دشمنا و استعمار چه قسم با کدام تکتیک میخواهند مسلمانا را بیگانه از قرآن بسازه. چقدر کتابا چاپ شده، کتابای اسفندیار، کتابای کی بگه یوسف زلیخا، کتابای لیلی و مجنون. یک خانه در دیات خالی نیست که در اونجا چی نباشه، بگه اینمی کتابا نباشه. یا پشتو یا فارسی. در خانه ما کتاب بود، جنگنامه از ریتلی نوشته کرده بود که امیر حاتم شهید شد، که شهید شد مچم که چیست آوها در کوها دوید، یا اول چی بود دیاد بود، باز از غم یزو گل افت پرست سریشی ترکت شد، آفتاب زرد گشت، این کلش واهیات چیزایی را. یک
مقاتل کافر بود که 12 دانه چی را فیل خوراکش بود. عجیب واقعیت است. یک کتاب به نام چیست؟ عبدغزای امیر حمزه هست نیست؟ چیزایی هست مردم ما بیچاره کلش دینمی ملوث. یک تفسیر وجود نداشت، یک تفسیر، یک دانه حدیث ترجمه نشده بود، یک دانه کتابی که مسائل دین درستش گفته شده بود نه نشده بود. حالی عصری است که الحمدلله اما دین بر ما آسان شده. حالی ما میتونیم بهترین استفاده ها را بکنیم اگر با دین بگه رابطه داریم، اهمیت برش میدیم. اما امروز دین پیش مردم اهمیت نداره، همه چیز آسان شده. امروز مولا صاحب نگویه که والا ما چه قسم بشناسم حدیث ضعیف و صحیح را، همه چیز برات آسانه. تو اگر انصاف داشته باشی، تابعداری حق باشی، کل چیز در پیشت است، بعد امور در زیر نظرت بگیری، مطابق از او عمل بکن. دیگرها که برش موقع نبود ما آرام علامت نمیکنیم. تو خوب برات موقع میسر است، خب موقع است. همی گپا را شایع میکرد، کتابا را شایع میکرد، کتابای واهیات خیر و خلاص. ما گفتم که در بدر کرد، الا حزب البحر است، الا دلایل الخیرات است، الا قصیده برده است، الا مثنوی است. بس به این کتابا مشغول، کتاب الله در تاق پشت داده شدگی صرف به خاطر بوسه کردن یا در اسقاط بیارشه در سری پیسه بمانه. با گویا که این پوله با همراه این قرآن کریم که قیمتش هیچ پر نمیشه، بدبخت از بازار عبده رو بخریده و تو میگی پر نمیشه. چقدر این دروغ هستی کو، این خیانت هستی کو، این فریبکاری ها رسایی کنی. این شاخ خونه داره فریبکاری. یکی فریبکاری دنیاست، یکی فریبکاری دین. کلی مردم به چشم سر میبینن، باز الله عقلشان نگرفته، در بدعت ها روان است. و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، در آن وقتی که گفتن یا الله اگر این حق باشه از جانب تو باشه، فامطر علینا، اگر این کتاب الله کی پیغمبر بیان میکنه سخنای ازی درست و واقعیت داشته باشه از جانب تو، فامطر علینا حجارتا، ای باران ببار بالای ما سنگ من السماء، از طرف بالا، او اتنا بعذاب الیم، یا آوردن که به یک عذاب خیلی درناک. این مردم ها اینقدر جرأت پیدا میکرد که نعوذ بالله میگفت اگر این حق باشه سر ما باران بیا. اینی مردم میگه که اینقدر بی باک اینطور بددعا را به خود طلب میکرد. این مردم میگه این وجهش چی است؟ وجهش از دستی که زیاد ضد و عناد داشت در قرآن کریم یک کمی تعامل نمیکرد، وگرنه مضامین قرآن که یک کمی تعامل میکرد درک میکردن که کدوم کلام است. آیا کلام بشر است یا نه؟ بشر همی قسم کلام کرده میتونه یا نه؟ خودشان فصیح و بلیغ بود، کلگی عرب بود، از این بالکل برداشت میتونست که کدام کلام است. اما چون ضد و عناد داشت میگفت بیار سر ما، اگر این کلام حق باشه که ما مخالفتش میکنیم پس بعد ما تباه شویم، ما از بین بریم. لیکن ما خود تباه نشدیم. این مردم میگه از حلم الله متعال استفاده یا برداشت غلط کردن. الله حلیم ذات است، بندگان خدا زود تکده نمیگیره، حجت ها را سرش قایم میکنه. از همون خاطر است در روز قیامت یک حجت نیست، یک دلیل نیست، یک عملنامه، دو ملک نیست. اعضای تام سرت شاهدی میده، زمین هم سرت شاهدی میده. آن چیزی که در لوح محفوظ پیش الله متعال سخو ثبت است، لیکن به خاطر قناعت تو فراهم شوه مکمل الله متعال دلایل و حجت ها را جمع میکنه در پیشت میگذاره. بعد از خود به خود قناعت میکنه که ما مستحق جهنم است. الله اینطور نمیکنه که کسی را همونطور ببره. از همون خاطر است که کسی گناه در دنیا میکنه بسیار گپای خیلی ناشرا و غلط میگه، الله زود نمیگیرش، میگذارش. چرا؟ موقع برش میده که تو باش ولی بهوش نیست، یک وقت بهوش بیا، فکرش کار بکنه، یک کمی سنجش بکنه. الله اراده نکرده که بندگان خود در جهنم بسوزانه، خوش نداره که در جهنم بسوزانه. اما امی بنده هاست که یا توسط کسب خود جهنم و خود میخره. مشرکین مکه میگفت ما خو مخالفتی تو را میکنیم از دعوتت، وقتی این قرآن کلام الله از بالا آمده در صورت مخالفت بعد سر ما سنگ بباره. میگه پا میزدن، میگه سنگ سر ما بباره یا عذاب سر ما بیا. بدبخت ها می قدر نمیفهمید. الله متعال وجه نآمدن عذاب بر ما بیان میکنه. وجه نآمدن عذاب یک دفعه پیش در امتهای سابقه گفته شده بود که الله متعال عذاب تاخیر میندازه، زود نمیگیره، به خاطری که
به طریق استدراج او نفر چی شوه؟ درجه به درجه برسه، در سر حدی برسه که دیگه هیچ موقع برش باقی نمانه از توبه و از گپا، بیخی هلاک شوه. یک وجه دیگه اینجا بیان میکنه و ما کان الله لیعذبهم، نیست الله متعال که یار عذاب بده و انت فیهم، در حالی که تو در بینشان هستی. یک وجه. دوم و ما کان الله، نیست الله متعال معذبهم، عذاب دادنی یاره و هم یستغفرون، در حالی که یا بخشش از الله طلب دارن. وجود پیامبر علیه السلام مانع عذاب است. دو مطلب داره، مفسرین دو نظر داره. یک تعداد است که موجود بودن پیغمبر علیه السلام در مکه مکرمه تا وقتی که هجرت نکرده این مانع آمدن عذاب الهی است و در کل تاریخ الله عذاب سر یک قوم وقتی میاره که پیغمبر همون قوم از اون منطقه از اون دیار چی کنه؟ بیرون شود. تا وقتی که پیغمبر بیرون نشود الله عذاب نمیاره. قوم لوط علیه السلام تا که لوط علیه السلام حرکت نکرد، قوم ابراهیم علیه السلام امو رقم، قوم نوح علیه السلام امو رقم، شعیب علیه السلام امو رقم، صالح علیه السلام امو رقم، یونس علیه السلام امو رقم، اگرچه از او خو ایمان آورد. پیغمبر موجود بودنش سبب چی است؟ منع عذاب است. الله عذاب نمیاره. از او خاطر با وصف عمیق قدر شکنجه، عمیق قدر ظلم و زیادت بالای صحابه و مؤمنا، الله بازم عذاب سری مشرکین مکه نمی آورد به خاطری که پیغمبر موجود بود. خو زمانی که رفت هجرت کرد مدینه منوره، اونجا باز در جنگ بدر چه حالت دید؟ یک وجه. دوم قول مفسرین در اینجا که نه، مراد از موجود بودن عذاب الهی تا که در دنیا از رحلت نکرد از دنیا. الله تا وقتی که پیغمبر از دنیا رحلت نکرده عذاب نمیاره. یعنی مراد از موجود بودنش نه رحلت کردنش طرف آخرت است، تا که در دنیا پیغمبر علیه السلام موجود است. لیکن قول اول راجع معلوم میشه. چرا؟ به خاطر که اصلی مقصد بیان حال چیست؟ کفار است. کفار خو میگفتن که سر ما سنگ بیار، اما چرا سرشان نمیاد؟ الله متعال مانعش بیان کرد که پیغمبر علیه السلام تعالی هجرت نکرده، وگرنه اعمال شما مقتضی چی بود؟ بگوی سنگ باریدن بود. دوم وجه و ما کان الله معذبهم، نیست الله عذاب دادنی یاره و هم یستغفرون، در حالی که یا بخشش طلب از الله داره. اینجا دو نظر است. یک تعداد مفسرین قائل به ایستن که مراد از این استغفار مسلمانایی که در مکه ایمان آورده ولی قدرت هجرت نداره، یا ضعیف هستن، یا معیوب هستن، یا زنا هستن که کسی نیست که محرم قطشان هجرت بکنه. اینی مردم ها یا استغفار طلب از الله داره، از او خاطر الله عذاب نآورد. پس اون مسلمانایی که در مکه مکرمه اسلام آورده با وصفی که اینجا کفار هم موجود است، خب مسلمان هم موجود است و از الله متعال بخشش طلب داره، نماز میخوانه، از او خاطر الله متعال عذاب سری مردم نمیاره. مانع عذاب ایسته. دوم قول ابن عباس رضی الله عنهما است، نه، مراد از استغفار خود کفار است. چرا؟ به خاطر که او میگه در هنگام طواف امی کفار وقتی که گردش در بیت الله میکردن میگفتن غفرانک، یا الله بخشش تو را طلب میکنیم، بخشش تو را طلب میکنیم. اگر این قول مراد شوه، معلوم شد که طلب بخشش از الله متعال اگر کافر هم میخواه در دنیا الله منظور میکنه. از همون خاطر دعاهای کفار در دنیا قبول میشه، اما در آخرت دعایشان هیچ نوع اثر نداره. پاداش اعمال نیکی کفار الله در دنیا میده، اما در آخرت هیچ نوع تاثیر نداره. پس از او خاطر و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما پیش میشیم به او اعمالی که کفار انجام داده، هر عملی که باشه میگردانیم او را چیست؟ گرد و غبار پاشیده شده در هوا که هیچ اثری نداشته باشه، یه از بین میره، نمیمانه، باقی نمیمانه. کفار عملش که در دنیا انجام داده ولو نیک است در آخرت اثری نداره. شرط قبولیت عمل ایمان است، توحید است یا توحید نداره. خو اموتر دعا از الله متعال اگر کسی میخواه اجابت میکنه. وقتی از کافر طلب میکنی دعا را الله اثر سرش مرتب میکنه. مسلمان چرا از الله نمیخواه؟ مشکلات خود چرا به الله پیش نمیکنه؟ یا بازم نعوذ بالله در قبرها پیش میکنه. و ما لهم الله يعذبهم الله، چی شده؟ یعنی چین اجمانه نیسته از اینکه عذاب بده الله متعال یاره و هم یصدون، در حالی که علت عذاب دادن از و موجود است. و ما لهم چی شده یاره؟ یعنی وجه موجود نیست الله یعذبهم که الله یاره عذاب نده، بلکه باید بده
الله الله. چرا؟ به خاطری که علت عذاب موجود است. و هم یصدون عن المسجد الحرام، یا منع میکنه مردم را از مسجد حرام. و ما کانوا اولیاءه، نیست یا متصرفین واقعی مسجد حرام. این اولیاءه نیست اولیای از یا امی متولیا یا سرپرستای مسجد حرام، الا المتقون، مگر او کسانی که و متقین است که در سرش توحید الله قرار داره. یعنی خود از شرک و کفر نگاه میکنه، لیکن یا خود شرک و کفر چی هست؟ مبتلا است. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثری مردمان نمیدانه خود سرپرستی ازی میدانه. الله متعال میگه که آلی موجب عذاب موجود است. آلی اگر عذاب الله میاد باید سرشان بیاید. چرا؟ به خاطر که یا از مسجد حرام منع میکنه، در حالی که عقیده خودشانی بود که هر کس در مسجد حرام میاید ولو قاتل پدرشان میبود تعرض برش نمیکرد. کدام مالی که به نام قربانی حرام میآمد کسی در راهها نه دزدی میکرد نه غصب میکرد، نشانه مینداخت در گردن امو مال و در مسجد حرام در بیت الله میرسید. این عقیده خود کفاران بود. اما روزی که فرا رسید پیغمبر علیه السلام به نیت عمره آمد، در سال 6 هجری در صلح حدیبیه که صورت گرفت، مانع شدن یا نشدن؟ بالکل مانع شدن. نگذاشتن که پیغمبر علیه السلام داخل حرم شد، در حالی که عقیده کلشانی بود که از حرم هیچ کسی باز داشته نمیشه. پس ظلم از یا از روی عناد و حسد در سر حد رسید که قانونی خودم پایمال کردن، نادیده گرفتن قانونی خودم. از اینجا بر ما واضح میشه که عناد و حسد بیجای انسان یقینا در کفر میرسانه. نمیرسانه. عناد نکنیم. چرا ما تعصب میکنیم، عناد میکنیم؟ او تعصب هم برای یک قوم، برای یک شخص، برای یک زبان، برای یک منطقه. چرا طرفداری از او را میکنی؟ نه، از انصاف کار بگی، حق بگو، باطل. رای درست بگو، نادرست. الله متعال میفرمه و یا متصرفین اینمی مسجد حرام نیست. قرآن اشاره به این میکنه که تولی یا سرپرستی یک مرکز مردم مناسبش بعد او را سرپرستی بکنه، کس نه. کسی که لیاقتی از او را داره. مرکز توحید سرپرستش باید موحدین باشه. از همون خاطر است که ما میگیم کدام مساجدی که ملای موحد در او نباشه کل اهل محله مکمل گناهگار است، پیش الله پیش میشن. چرا که توحید مسجد مرکز توحید الله است، باید عالم موحد در مسجد موجود باشه، درس کتاب الله و حدیث پیامبر علیه السلام بکنه.